سلام رفقا، به چنل کریپتو بیتو خوش اومدیم با بررسی یه بازی تلگرامی جدید که خیلی خفنه. همینجور که مشاهده میکنید الان من 2700 تا سکه دارم. هر 98,000 سکه برابر یک تتره که الانم خوندم که شده هر 99,000 تا سکه برابر یک تتره. همینجا میتونید مشاهده کنید تو قسمت برداشت. سطح من سطح 3 هست و میتونم 1500 تا هر روز برداشت بزنم. یک مبلغ پایینه، ولی وقتی سطح من 6 بشه 40,000 تا در روز میتونم برداشت بزنم و 40,000 تا خیلی خوبه. برداشتم همینجور که میتونید مشاهده کنید بر پایر داریم، همون رول روسیه میتونیم برداشت بزنیم یا نمیتونیم به تراس ولت هم بزنیم راحت، هم TRC و ERC هر دوتا رو پوشش میده. خب یه بک بزنیم توضیحات برنامه. خب چجور کار میکنه؟ همینجور که مشاهده میکنید در حال ماین کردن هست. الان 34 تا ماین کرده. اینجا دریافت تو که بزنم اینایی که ماین کرده، سکایی که ماین شده رو به من میده. دریافت تو میزنیم و احتمال زیادش کلیپ نشون میده. این برنامه همش کلیپ نشون میده و خب درآمدش از این همین کلیپ هاست دیگه. طبیعیه اینقدر کلیپ نشون بده که هم حوصله سربره، ولی خب قرار نیست یک برنامه، یک بازی، یک ایردراپ بدون هیچ چیزی به شما پول بده. برداشتاش کاملا عالیه. ببینید اینجا قسمت شیلد داریم، الان توضیح میدم که چیه، و اینجا قسمت مخزن همون سوخت هواپیماست. ببینید اینجا وقتی تموم بشه میتونید به صورت رایگان شارژش کنید و الان هم میتونید به صورت سکه شارژش کنید که توصیه من اینه رایگان استفاده کنید. یک کلیپ نشون میده تموم میشه میره. این هم تعمیر سپر، همون شیلد ماه میشکنه. هر وقت مخزن تموم بشه مطمئن باشید این شیلد اینجا که الان 100% نوشته صفر میشه، کم میشه. خلاصه شما میتونید بیاید رایگان کلیپ ببینید و تعمیرش کنید. این هم میدان خودش قشنگ توضیح داده که چی به چیه. وقتی اینو داشته باشید سپر کمتر آسیب میبینه و میتونید رایگان بزنید، یک کلیپ نشون میده و تموم شد و رفت. اینم استخراج سکه ماه، میتونیم لول آپ کنیم و از 300 میشه 400 و همش نیاز داره به 1700 تا. من که دارم میزنم و میبینید خریداری شد، تموم، موفقیت. اینم هست ظرفیت سکه. میتونیم وقتی من نباشم یک ساعت اینجوریا این خط ببینید ماین 73 تا وقتی برسه مخزن پر میشه و دیگه ماین نمیکنه، ولی میتونیم لول آپش کنیم با 1300 تا سکه و بشه 96 تا، سطح 4شه و ما میتونیم سطح های بالاتر بریم. مثلا بیایم تو قسمت تسکاش، اینجا که بیایید میبینید که من خیلیاش انجام دادم، خیلیاش مونده. مثلا میگه همه بهبودها رو به سطح 5 برسون، بهت 1500 تا سکه میدم، 10 بشن 3000 تا میدم، 15 بشن 5000 تا میدم. پاداش روزانه تا 15 روز جمع کنید 500 تا میدم و 30 روز 1000 تا میدم. خب پاداش روزانه کجاست؟ پاداش اینجا همینجور که مشاهده میکنید پاداش فرق داره کلا و اینم چرخ رایگانشه. میتونید الان ما میبینیم همین قسمت رایگان که بزنیم کلیپ نشون میده و این گردونه میچرخه و نسبت به شانس شما بهتون یا سکه میده یا شیلد میده یا مثلا همون سوخت میده دیگه، به شانسه خودش زده چه چیزایی میده. بعضی هم خیلی خوش شانسن بهشون 1000 تا سکه میده. کلیپ هم کامل که دیدیم بک میزنیم همینجور که مشاهده میکنید. الان دیگه اینو ما کلیپشو ندیدیم، همین قسمت بود کلیپش ندیدیم، کجاست؟ اینه و خودش بهمون دادش. الان ما سپرمون کمتر آسیب میبینه و با خیلی راحت از بازی مثلا میرم بیرون و برمیگردم که این هر یک ساعت به نظرم شما باید بیاید این مقداری که ماین کرده رو برداشت بزنید. و چیزای دیگه که داره اینجا مشاهده میکنید، میگه شما بیاید این قسمت روزانه 3 تا کلیپ ببینید. تو این قسمت من بهت 150 تا سکه میدم
این قسمت هم که میتونیم بیایم جایزه روزانه بزنیم عضویت. خب ببینید چی گفته که برای شرکت یک تبلیغ تماشا وقتی تایمر پایین برسن خب 150 تا به 1000 نفر میرسه. تماشا کنید 5 تا کلیپ، خب تماشا کنید 3 تا و میرید تو قسمت قرعه کشی و احتمال زیاد بهتون این پاداش ها رو بده. تماشا کنید 100 تا کلیپ و 900,000 تا سکه، یعنی یه جی هلوهوش $9 و این همش قرعه کشیه و به شانسه. این کدهای روزانه هست میزنید. البته کدهای 2 تومن دارم قدیمی هم میتونید بزنید و بهتون یک مقدار سکه میده. فعالیت روزانه هم که بیاید دیلی چک میتونید بیاید. من امروز برداشت کردم، ببخشید انجام دادم و بهم مشاهده میکنید که چه مقدار سکه میده بعد چند روز. مثلا روز 29 260. این هم حجم مغز کلیپ خودش نشون داد. حجم مغزم هم 120 دقیقه است. الان میتونیم لول اپش بکنیم و میشه لول 4ش میشه 150 دقیقه مغزن کار میده و هر چقدر لول اپ بکنید مطمئن باشید سکه های بیشتر، یعنی بعد 2-3 هفته شما روزی حداقل میتونید به برداشت $1 برسید. حالا وقتی هم میخواید برداشت بکنید شاید به یک مشکل بخورید و اون مشکل برداشت شما برمیگرده. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اینه که من اینم خریداری کنم، مخزنم بشه لول 4 که اینم راحت بشه. خب گامه هم داریم که کامبو، اگه روزانه من خودم این کامبو رو میزنم شما بزنید و بهتون یه مقدار سکه هم میده. خواستم اینو بهتون بگم که بعد از یه مدت که شما لول اپ بکنید، لول 6-7 برسید، مطمئن باشید برداشتای شما بهتر میشه. و اگه تو برداشت شما به مشکل خوردید، برداشت برگشت خورد، ببینید اینا چنل هایی هستن که شما باید داخلشون باشین. یعنی اگه دیدید برداشت شما برگشت خورد، حتما بیاید تو این تسک ها ببینید تو کدوم ببین پاداش های شرکا یعنی چی، باید اینا رو انجام بدین. میگه جوین بشید تو فلان بازی یا فلان چنل، خلاصه میگه باید جوین بشید و اگه انجام ندین احتمال داره که به شما برداشت نده، اذیت میکنه. اینا رو انجام بدین، چیز خاصی نیست. بازی بکنید، 2 هفته وقت بذارید که این بازی فعلا تو تلگرام بهترینه و اگه وقت بذارید مطمئن باشید به برداشت های بالای هم میرسید. الان همینجور که مشاهده میکنید من 48 تا سکه الان دارم، مخزنم لول 4، شیلدم لول 4 هست و اینکه لول اپ هر چقدر لول اپ شما بهتر بشه، سطح شما که الان اینجا مشاهده میکنید من سطح 3 هستم، این سطح میاد بالاتر و دریافت روزانه من، ماین کردن من تو این بازی هر روز بیشتر از دیروز میشه و این قسمت زیر مجموعه هست. شما ببینید وقتی 10 نفر داشته باشید و اونا با شما به لول 6 برسن، فقط لول 6ش 38,000 به شما میرسه اگه 10 نفر باشن و لول 5ش 28,000 تا و لول 4ش 24,000 تا و لول 3 19,000 تا. اینا خودش سرجم بیشتر 100,000 تا میشه و شما راحت میتونید برداشت اولتون رو بزنید. توضیحات کامل داده شد. لطفاً چنل سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. دوستتون دارم. با کلیپ های دیگه خفن‌تر و بهتر یک کلیپ دیگه به زودی آپلود میکنم، اونم با کلیپ دیدن درآمد ترونی به شما میده. منتظر اونم باشید.